همه اون چیزی که تو نیاز داری تو سال جدید کسب و کار تو از صفر به کمک ابزارهای هوش مصنوعی راه بندازی و رشدش بدی. ما تو وبینار 3 آذر قراره همه اینها رو بهت آموزش بدیم. چه اتفاقی قراره بیفته؟ شما یک کسب و کار وقتی میخوای از پایه بسازی نیاز به یک طرح کسب و کار داری. نیاز به این داری که ببینی بیزینس مدلت کجا قراره تو رو به درآمد برسونه. مخاطبات رو بشناسی، بتونی به صورت مداوم برای اینها تولید آگاهی بکنی. برای اینکه تولید آگاهی بکنی باید بتونی متن بنویسی، سناریو بنویسی، اسکریپت آماده بکنی، ویدیو بگیری، نمیدونم تصویری رو آماده کنی. خب اینجا تصویر رو از کجا بیاری؟ اگر چیزایی که در اینترنت وجود داره رایگان بخوای استفاده کنی این جذابیت رو نداره، بخوای بری دنبال عکاسی محصول اینا کلی وقت ازت میگیره. حالا اگه دیزاین سرویس میدی، آرشیتکتی، گرافیستی، طراح وبسایت یا هر چیز دیگه، اینجا تولید تصاویر بر اساس اون چیزایی که نیاز داری رو کامل قرار یاد بگیری به کمک میدجرنی. تو بخش